سلام و خوش آمدید. این ویدیو ادامه ویدیوهای قبلی ما است. اگر قسمت‌های قبلی را ندیده اید لطفاً اول قسمت‌های قبلی را ببینید، بعداً سراغ این قسمت بیایید. اگر قسمت‌های قبلی را دیده اید خیلی عالی. پس شروع می‌کنیم به ادامه سوالات امتحان سیتیزنشیپ آمریکا. سوال 90. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? یعنی ایالات متحده در سال 1803 چی سرزمین را از فرانسه خرید؟ جوابش است لوئیزیانا تریتوری و یا لوئیزیانا. خب سرزمین های لوئیزیانا را از فرانسه خرید که ایالات متحده. سوال 91. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s. یک جنگی که ایالات متحده در قرن 19 جنگید را نام ببرید. خب 1800 800 میشه مربوط به قرن 19. خب یک جنگی که ایالات متحده در قرن 19 جنگید چی هست؟ جواب این سوال است Civil War. Civil War یعنی جنگ داخلی. Mexican American War یعنی جنگ مکزیک و آمریکا. Spanish American War جنگ هسپانیایی ها و آمریکایی ها. و War of 1812 و جنگ 1812. به نظر من مهمترینش Civil War یا جنگ داخلی است که شما او را میتونین که حفظ کنین. سوال 92. Name the US war between the North and the South. Name the US war between the North and the South. جنگ ایالات متحده بین شمال و جنوب چیست؟ به نام چی یاد می شود؟ جواب این سوال است The Civil War. The Civil War یا جنگ داخلی یا War between states جنگ بین ایالت ها. خب The Civil War جنگی بود که بین ایالت ها اتفاق افتاد در قرن 19 در دقیقاً از سال 1861 تا 1865 این جنگ ادامه داشت، عمدتاً به خاطر مسائل مربوط به بردهداری و حقوق ایالت ها و منجر به تغییرات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی شد بعد از جنگ. سوال 93. The Civil War had many important events. Name one. The Civil War had many important events. Name one. جنگ داخلی آمریکا رویدادهای مهمی زیادی داشت. یکی از آنها را نام ببرید. خب جنگ داخلی آمریکا رویدادهای مهمی زیادی داشت، ولی به نظر من مهمترین رویدادی است که در آخر این لیست ذکر شده و اون هم لینکن was assassinated یعنی ترور لینکن است. President ابراهام لینکن، رئیس جمهور ابراهام لینکن که در دوران جنگ داخلی رئیس جمهور بود، در دوران همین جنگ رئیس جمهور لینکن ترور شد و این یکی از مهمترین رویدادهای جنگ داخلی آمریکا است. شما میتوانید هر کدام از این رویدادها را که در اینجا ذکر شده اگر برای شما مهم است، جالب است، شما میتونین حفظ کنین. سوال 94. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. ابراهام لینکن به دلایل زیادی مشهور است. یکی از آنها را نام ببرید. خب دلایلی که ابراهام لینکن با آن مشهور است زیاد است، ولی مهمترینش گزینه‌هایی است که در اینجا ذکر شده. Freed the slaves یعنی بردگان را آزاد کرد. Saved the Union همین اتحاد کشور را حفظ کرد. Led the United States during the Civil War یعنی رهبری ایالات متحده را در طول جنگ داخلی بر عهده داشت. 16th President of the United States 16مین رئیس جمهور ایالات متحده بود. به نظر من مهمترین شهرت لینکن از گزینه اول می Freed the Slaves یعنی برده ها را آزاد کرد. لینکن رئیس جمهوری بود که بردهداری را در آمریکا خاتمه داد. سوال 95. What did Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do?
یعنی اعلامیه آزادی چی کار را انجام داد؟ Emancipation Proclamation در اینجا هم به معنای اعلامیه آزادی است که مربوط به آزادی بردگان است. خب جواب این سوال است Free the slaves. گزینه های پایین هم همگی مربوط به همین گزینه اول است. Free the slaves یعنی بردگان را آزاد کرد. Emancipation Proclamation چی کار کرد؟ Free the slaves یعنی برده ها را آزاد کرد. سوال 96 What US war ended slavery? What US war ended slavery? کدام جنگ ایالات متحده به بردهداری پایان داد؟ کدام جنگ ایالات متحده به بردهداری پایان داد؟ جواب این سوال است The Civil War. The Civil War یا جنگ داخلی. جنگ داخلی به بردهداری خاتمه و یا پایان داد. سوال 97 What amendment says all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are U.S. citizens? What amendments says all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are U.S. citizens? یعنی کدام متمم میگوید، کدام متمم قانون اساسی میگوید که تمام افرادی که در ایالات متحده متولد و یا تابعیت گرفته‌اند و تحت صلاحیت آن هستند شهروند آمریکا هستند یا شهروند آمریکا محسوب میشوند. کدام ماده قانون، کدام متمم قانون اساسی است؟ جواب این سوال است 14th Amendment. 14th Amendment. سوال 98 When did all men get the right to vote? When did all men get the right to vote? همه مردان چه زمانی حق رای گرفتند؟ همه مردان چه زمانی حق رای گرفتند؟ After the Civil War, during Reconstruction, with the 15th Amendment 1870. خب بعد از جنگ داخلی در دوران بازسازی با متمم 15 قانون اساسی در سال 1870. خب خلاصه تمام مردان چه زمان حق رای گرفتن؟ بعد از جنگ داخلی در سال 1870. با کدام متمم؟ با متمم 15 قانون اساسی که به همه افراد، به همه مردان، چه سیاه پوست چه سفید پوست چه از هر نژادی حق رای دادن. قبل از آن همه مردان حق رای نداشتند. فقط افراد سرمایه‌دار، فقط افرادی که صاحب خانه و زمین بودند حق رای داشتند. افراد دیگر که زمین و خانه نداشتند، مخصوصا افرادی که به عنوان برده آورده شده بودند، به عنوان برده اینجا زندگی میکردند، حق رای نداشتند. ولی در سال 1870 بعد از جنگ داخلی با متمم 15 قانون اساسی حق رای به همه مردان داده شد. ولی باید به خاطر بسپاریم که در چنین سالی، در چنین روزها و سالها زنان هنوز حق رای نداشتند. برای اولین بار همه مردان حق رای گرفتند در سال 1870 ولی زنها هنوز حق رای نداشتند برای سالهای زیادی. سوال 99 Name one leader of the women's rights movement in the 1800s. Name one leader of the women's rights movement in the 1800s. یکی از رهبران جنبش حقوق زنان در دهه‌های 1800 یا در قرن 19 را نام ببرید. خب رهبران زیادی بودند. به نظر من مشهورترینش گزینه اول است سوزن بی انتونی. سوزن بی انتونی در نسخه قبلی سوالات سیتیزنشیپ هم نامش ذکر شده بود. به همین خاطر تعداد زیادی از شما با نام سوزن بی انتونی شاید آشنایی داشته باشید. به نظر من گزینه اول گزینه خوبی است که شما میتونید حفظ کنین، ولی نام‌های دیگر هم بخوانید، به خاطر بسپارید. به نظر من هر کدامش که شما آسان‌تر و راحت‌تر بود حفظ کردن، شما هم را حفظ کنین. سوال 100 Name one war fought by the United States in the 1900s. Name one war fought by the United States in the 1900s. یک جنگ که ایالات متحده در قرن 20 یا در دهه‌های 1900 که مربوط به قرن 20 می شود جنگید را نام برید. یکی از جنگ که ایالات متحده در قرن 20 جنگید را نام ببرید.
در این دهه ها یا در قرن بیستم جنگ های زیاد بوده که آمریکا دخیل در آن بوده، من جمله World War I جنگ جهانی اول، World War II جنگ جهانی دوم، Korean War جنگ کره، ویتنام وار جنگ ویتنام، پرژن گلف وار جنگ خلیج فارس. هر کدام از اینها برای شما آسان بود، راحت تر بود، همه را حفظ کنید. جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم جنگ هایی است که همه در مورد آن میدانند. به نظر ما آسان ترین و راحت ترینش است که شما بگویید که جنگ هایی که آمریکا در قرن بیستم در آن داخل بود جنگ جهانی اول بود و یا جنگ جهانی دوم. سوال 101. Why did the United States enter World War I? Why did the United States enter World War I? چرا ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد؟ جواب این سوال است Because Germany attacked US civilian ships. چون جرمن ها یا آلمان ها به کشتی های غیر نظامی آمریکایی حمله کردند. To support the Allied powers England, France, Italy and Russia. تا برای حمایت از قدرت‌های متحد مثل انگلستان، فرانسه، ایتالیا و روسیه آمریکا حمایت کرده باشد آنها شامل این جنگ شد، داخل این جنگ شد. To oppose the Central Power Germany, Austria, Hungary, the Ottoman Empire and Bulgaria. برای مخالفت با قدرت‌های مرکزی مثل آلمان، اتریش، مجارستان، امپراتوری عثمانی و بلغارستان. خب لازم نیست که شما همه گزینه ها را حفظ کنید، فقط میتونید بگویید که because Germany attacked the US civilian ships. به خاطر که آلمان به کشتی های غیر نظامی آمریکایی حمله کردند. به همون خاطر آمریکا در جنگ جهانی اول داخل شد و شامل این جنگ شد و از یکی از طرف ها در این جنگ حمایت کرد. سوال 102. When did all women get the right to vote? When did all women get the right to vote? همه زنان چه زمانی حق رای گرفتند؟ در یکی از سوالها ما گفتیم که همه مردان چه زمانی حق رای گرفتند؟ در سال 1870 بعد از جنگ داخلی آمریکا. حالا پرسیده که همه زنان چه زمانی حق رای گرفتند؟ جواب این سوال هست 1920 در سال 1920 after World War I بعد از جنگ جهانی اول with the 19th amendment با متمم 19 در قانون اساسی. خب همه مردان در سال 1870 حق رای گرفتن و همه زنان در سال 1920 یعنی 50 سال دقیقاً 50 سال بعد از اینکه مردان حق رای گرفتن در آمریکا زنان بالاخره بعد از تلاش های زیادی حق رای گرفتند. سوال 103. What was the Great Depression? What was the Great Depression? یعنی رکود بزرگ اقتصادی و یا Great Depression چی بود؟ جواب این سوال است The longest economic recession in modern history. یعنی طولانی ترین رکود اقتصادی در تاریخ مدرن بود. در آمریکا در مورد Great Depression زیاد بحث های شده و می شود و امروز هم وقتی که بحث از مسائل اقتصادی می شود اشاره می شود به Great Depression یا رکود بزرگ اقتصادی. خب رکود بزرگ اقتصادی چی بود؟ بزرگترین و طولانی ترین رکود اقتصادی در تاریخ مدرن، نه تنها در آمریکا بلکه در جهان بود. سوال 104. When did the Great Depression start? When did the Great Depression start? رکود بزرگ اقتصادی از چه زمانی آغاز شد؟ جوابش است The Great Crash of 1929 or Stock Market Crash of 1929. خب رکود بزرگ اقتصادی و یا Great Depression چه وقت آغاز شد؟ چه وقت شروع شد؟ در سال 1929. فقط شما میتونین که سال را حفظ کنین. در سال 1929 بزرگترین رکود اقتصادی شروع شد. سوال 105. Who was president during the Great Depression in World War II? چه کسی رئیس جمهور در زمان رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بود؟ جواب این سوال هست فرانکلین روزولت. فرانکلین روزولت رئیس جمهوری بود که
در زمان جنگ جهانی دوم و در زمان رکود بزرگ اقتصادی رهبری آمریکا را بر عهده داشت. ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. سوال 106. Why did the United States enter World War II? Why did the United States enter World War II? چرا ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شد؟ جواب این سوال است Bombing of Pearl Harbor. Japanese attacked Pearl Harbor. خب مهمترین گزینه‌ای که شما میتونید حفظ کنید این است که ژاپنی ها به پرل هاربر حمله کردند. ژاپنی ها به ایالات متحده حمله کردند. به همون خاطر آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. سوال 107. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. خب دوایت آیزنهاور به دلایل زیادی مشهور است. یکی را نام ببرید. جوابش است General during World War II. یعنی یک جنرال بود در دوران جنگ جهانی دوم. President at the end of or during the Korean War. رئیس جمهور در پایان یا در حین جنگ کره بود. 34th President of the United States. 34مین رئیس جمهور ایالات متحده بود. Signed Federal Aid Highway Act of 1956. خب گزینه های زیاد است. به نظر من مهمترینش گزینه اول است General during World War II. هم ساده و آسان است و هم مهم است. جنرال در دوران جنگ جهانی دوم بود. سوال 108. Who was the United States main rival during the Cold War? Who was the United States main rival during the Cold War? رقیب اصلی ایالات متحده در دوران جنگ سرد چی کسی بود یا کی بود؟ جوابش است سوویت یونین، USSR، رشا. خب هر کدام از اینا میتونه درست باشه. اتحاد جماهیر شوروی و یا روسیه میتونید بگوین که رقیب اصلی ایالات متحده در دوران جنگ سرد بود. جنگ سرد که از سال 1947 شروع تا سال 1991 ادامه داشت. دو رقیب اصلی در این منازعه در این جنگ سرد کدام کشورها بودن؟ ایالات متحده آمریکا و روسیه. سوال 109. During the Cold War, what was the main concern of the United States? During the Cold War, what was the main concern of the United States? در دوران جنگ سرد نگرانی اصلی ایالات متحده چی بود؟ کامونیسم، نیوکلیر وار، کمونیسم و یا جنگ هسته‌ای از نگرانی‌های اصلی ایالات متحده در دوران جنگ سرد بود. سوال 110. Why did the United States enter the Korean War? Why did the United States enter the Korean War? چرا ایالات متحده وارد جنگ کره شد؟ جواب این سوال است to stop the spread of communism. To stop the spread of communism یعنی برای متوقف کردن گسترش کمونیسم. برای متوقف کردن گسترش کمونیسم آمریکا وارد این جنگ شد. سوال 111. Why did the United States enter the Vietnam War? Why did the United States enter the Vietnam War? چرا ایالات متحده وارد جنگ ویتنام شد؟ باز هم to stop the spread of communism یعنی برای متوقف کردن گسترش کمونیسم. سوال 112. What did the civil rights movement do? What did the civil rights movement do? یعنی جنبش حقوق مدنی چی کار را انجام داد؟ جواب این سوال است fought to end racial discrimination. Fought to end racial discrimination یعنی برای پایان دادن به تبعیض نژادی مبارزه کرد. برای پایان دادن به تبعیض نژادی مبارزه کرد. سوال 113. Martin Luther King Jr. is famous for many things. Name one. Martin Luther King Jr. is famous for many things. Name one. مارتین لوتر کینگ جونیور به دلایل زیادی مشهور است. یکی را نام ببرید. جواب این سوال است
fought for civil rights. Fought for civil rights یعنی برای حقوق مدنی مبارزه کرد. Worked for equality for all Americans یعنی برای برابری همه آمریکایی ها تلاش کردند. Worked to ensure that people would not be judged by the color of their skin but by the content of their character یعنی تلاش کرد تا مردم نه بر اساس رنگ پوست بلکه بر اساس شخصیتشان قضاوت شوند. خب همه این گزینه‌های بسیار مهم و اساسی هستند. هر کدام از اینها که برای شما راحت و آسان‌تر باشه شما را حفظ کنین. مثلا میتونین بگوین که fought for civil rights یعنی مبارزه کرد برای حقوق مدنی. سوال 114. Why did the United States enter the Persian Gulf War? Why did the United States enter the Persian Gulf War? چرا ایالات متحده وارد جنگ خلیج فارس شد؟ چرا ایالات متحده وارد جنگ خلیج فارس شد؟ جواب این سوال است to force the Iraqi military from Kuwait. To force the Iraqi military from Kuwait یعنی برای بیرون راندن ارتش عراق از کویت. وقتی که عراق به کویت حمله کرد ایالات متحده از کویت حمایت کرد و وارد این جنگ شد. این جنگ به نام جنگ خلیج فارس مشهور است. خب چرا آمریکا وارد جنگ خلیج فارس شد؟ برای بیرون راندن ارتش عراق از کویت. سوال 115. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? What major event happened on September 11, 2001 in the United States? در 11 سپتامبر 2001 چه رویداد مهمی در ایالات متحده رخ داد؟ جوابش است terrorists attacked the United States یعنی تروریست ها به ایالات متحده حمله کردند. سوال 116. Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks. Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks. یکی از درگیری‌های نظامی ایالات متحده پس از حملات 11 سپتامبر 2001 را نام ببرید. شما میتونید بگویید که War in Afghanistan جنگ در افغانستان و جنگ در عراق. War in Afghanistan و War in Iraq دو جنگی است که بعد از 11 سپتامبر 2001 آمریکا وارد این دو جنگ شد. سوال 117. Name one American Indian tribe in the United States. Name one American Indian tribe in the United States. یکی از قبایل بومی آمریکایی در ایالات متحده را نام ببرید. یکی از قبایل بومی آمریکایی در ایالات متحده را نام ببرید. خب قبایل بومی در ایالات متحده زیاد هستند. من جمله نامهایی که در اینجا ذکر شده و نامهای زیادی هست که در این لیست وجود ندارد. یعنی نامهای بسیار زیادی هست. تقریبا صدها نام از قبایل بومی ایالات متحده وجود دارد که شامل کردن اون نامها در اینجا امکان پذیر نیست. نامهای زیادی است. کدام یکی از اینها را شما باید حفظ کنین. هر کدامش که آسان تر بود، ولی من این کار را برای شما بسیار ساده و آسان ساختم. آسانی کار در این است که نامهایی که روی بعضی از این وسایل گذاشته شده گرفته شده از نامهای قبایل بومی آمریکا است. مثلا اپاچی یک هلیکوپتر نظامی است که نامش از یکی از نامهای قبایل بومی آمریکا گرفته شده. و همچنان جیپ چروکی. جیپ یکی از برندهای آمریکا است که جیپ چروکی یکی از ماشین‌های آنها به نام جیپ چروکی است و چروکی هم نام یکی از قبایل بومی آمریکا است. خب چرا من این رو ذکر کردم؟ به خاطر که آسان میسازه حفظ کردن و در روز امتحان به یاد آوردنش. بر علاوه دو وسیله که قبلا ذکر کردم، شینوک نام دیگه است که برگرفته شده از قبایل بومی آمریکا است و همچنان بلک هاک یکی دیگر از هلیکوپترهای نظامی آمریکا است که برگرفته شده از نام یکی از رهبرانی
یکی از اقوام قبایلی بومی آمریکا می باشد. خب شما میتونید که بگوین که اپاچی، چروکی و یا شینوک، هر سه از اینها درست می باشد. بلک هاک اما نام یکی از قبایل نیست، نام یکی از رهبرانی از قبایل بومی آمریکا است. خب این هم جالب است و هم میتونه که حفظ کردنش آسان باشه برای روز امتحان. سوال 118. Name one example of an American innovation. Name one example of an American innovation. یکی از نوآوری های آمریکایی را نام ببرید. خب نوآوری های آمریکایی در اینجا ذکر شده، شما هر کدامش که آسان باشه میتونین که حفظ کنین. مثلا light bulb یعنی چراغ برق، لامپ، اولین بار در آمریکا کشف شد. automobile، cars، internal combustion engine، خب موتر و یا ماشین، انجین احتراق داخلی که یکی از اختراعات آمریکا محسوب می شود. skyscrapers یعنی آسمان خراش ها، ساختمان های بلند. airplane طیاره و یا هواپیما. assembly line خط تولید در شرکت های تولیدی. landing on the moon و فرود آمدن روی ماه، کره ماه. و همچنان integrated circuit که هم مربوط به برق میشه، مدار مجتمع یا integrated circuit که بیشتر با IC یاد میشود. خب لیست زیاده هست، هر کدامش که به نظر شما آسان بود شما همون را یاد بگیرین. مثلا airplane هواپیما و یا طیاره از اختراعات آمریکا است. و یا landing on the moon فرود آمدن روی کره ماه، برای اولین بار آمریکایی‌ها بودن که این کار را انجام دادن. این دو میتونه از اختراعات مهمی آمریکایی ها باشه. سوال 119. What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? نام پایتخت ایالات متحده چیست؟ نام پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی است. واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده است. ما واشنگتن دی سی داریم که پایتخت ایالات متحده است و همچنان واشنگتن استیت داریم که یکی از ایالات های آمریکا است. هر دو را با هم اشتباه نگیریم. واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده است. سوال 120. Where is the Statue of Liberty? Where is the Statue of Liberty? یعنی مجسمه آزادی در کجاست؟ در کجا قرار دارد؟ جوابش هست نیویورک. مجسمه آزادی در کجا است؟ در نیویورک است. سوال 121. Why does the flag have 13 stripes? Why does the flag have 13 stripes? یعنی چرا پرچم و یا بیرق آمریکا 13 خط دارد؟ جواب این سوال است because there were 13 original colonies. یعنی زیرا 13 مستعمره اصلی وجود داشت. Because the stripes represents the original colonies. زیرا خطوط نمایانگری مستعمره های اصلی هستند. ما 13 مستعمره اصلی داشتیم که بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا تشکیل شد تبدیل شدن به 13 ایالت اصلی. خب ما 13 ایالت اصلی داشتیم، به همون خاطر به نمایندگی از هر ایالت ما 13 خط داریم در پرچم و یا بیرق آمریکا. هر خط نمایندگی میکنه از همان یکی از ایالت های اصلی یا مستعمره های اصلی آمریکا. سوال 122. Why does the flag have 50 stars? Why does the flag have 50 stars? چرا پرچم و یا بیرق آمریکا 50 ستاره دارد؟ جواب این سوال است because there are 50 states because each star represents a state. زیرا هر ستاره نمایانگر یک ایالت است. زیرا 50 ایالت وجود دارد. ما 50 ایالت داریم، به نمایندگی از هر ایالت ما 50 ستاره داریم در بیرق آمریکا. خب 50 ستاره نمایندگی میکنه از 50 ایالت و 13 خط نمایندگی میکنه از 13 ایالت اصلی آمریکا. سوال 123. What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? سوال این است که نام سرود ملی چیست؟ نام سرود ملی چیست؟ جواب این سوال است The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner.
یعنی پرچم ستاره دار. خب نمیشه که نام را ترجمه کرد، شما باید نام را یاد بگیرید. The Star Spangled Banner نام چی است؟ نام سرود ملی آمریکا است. سوال 124. The nation's first motto was A Pluribus Unum. What does it mean? یعنی نخستین شعار ملی کشور به نام A Pluribus Unum بود. معنی آن چی است؟ این A Pluribus Unum به لاتین است، به انگلیسی هم نیست، یعنی به لاتین است. گفته که معنای این چی هست؟ معنایش است out of many one. out of many one یعنی از بسیاری یکی، و یا we all become one و یا همه ما یکی میشویم. این شعاری بود از جمله اولین شعارهای آمریکا که به زبان لاتین بود و ترجمهش به انگلیسی است out of many one و یا we all become one یعنی از بسیاری یکی و یا ما همه یکی میشویم. سوال 125. What is the Independence Day? What is Independence Day? یعنی روز استقلال چیست؟ روز استقلال چیست؟ جوابش است A holiday to celebrate US independence from Britain. یعنی یکی از تعطیلات برای جشن گرفتن استقلال ایالات متحده از بریتانیا و همچنان The country's birthday یا تولد کشور. روز استقلال آمریکا روزی است که مردم آن را جشن میگیرند به خاطر آزادی و استقلال آمریکا از بریتانیای کبیر. سوال 126. Name 3 national US holidays. Name 3 national US holidays. 3 روز تعطیل ملی ایالات متحده را نام ببرید. خب روزهای تعطیلی ملی ایالات متحده در اینجا ذکر شده. هر کدام از اینها که برای شما آسان بود شما میتونین که حفظ کنین. مثلا Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, New Year's Day, Martin Luther King's Junior Day, President's Day, Memorial Day. از جمله به نظر من چیزی که مهم و آسان است که شما یاد بگیرین New Year's Day سال نو، Christmas Day و Thanksgiving Day از روزهای مشهور است که شما میتونین حفظ کنین. سوال 127. What is Memorial Day? What is Memorial Day? یعنی روز یادبود چیست؟ روز یادبود چیست؟ جوابش است A holiday to honor soldiers who died in military service. A holiday to honor soldiers who died in military service. یکی از تعطیلات برای گرامی داشت سربازانی که در دوران خدمت جان باخته‌اند میباشد. Memorial Day روزی است که تعطیلاتی است که برای گرامی داشت از سربازانی که در دوران خدمت جان باخته‌اند می باشد. سوال 128. What is Veterans Day? What is Veterans Day? یعنی روزی سربازان چیست؟ روزی سربازان چیست؟ A holiday to honor people in the US military. یعنی یکی از تعطیلات برای گرامی داشت از افرادی که در ارتش ایالات متحده هستند و خدمت میکنند. و گزینه دوم A holiday to honor people who have served in the US military. یکی از تعطیلات برای گرامی داشت کسانی که در ارتش ایالات متحده خدمت کرده اند. گزینه اول گرامی داشت از سربازانی که در حال حاضر خدمت میکنند و همچنان گزینه دوم گرامی داشت از سربازانی که در گذشته خدمت کردند که فعلا در ارتش نیست ولی در گذشته عضو ارتش بوده، در گذشته خدمت کردند. از هر دوی این گروه گرامی داشت به صورت میگیرد، هم سربازانی که در حال حاضر خدمت میکنند و سربازانی که در گذشته خدمت کردند. و حالا رسیدیم به پایان این ویدیو. امیدوارم این درس برایتان مفید بوده باشه و حالا با اطمینان بیشتر برای مصاحبه شهروندیتان آماده باشید. فراموش نکنید که تمرین و تکرار کلید موفقیت است. هر قدر بیشتر تمرین کنید نتیجه بهتر خواهید گرفت. اگر از این ویدیو خوشتان آمد لطفاً لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. و همچنان خوشحال میشم اگر تجربه ها و سوال ها و پرسش هایتان را در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و در آخر این ویدیو را با دوستان و خانواده هایتان که برای امتحان شهروندی آمریکا آماده میشوند شریک کنید. شاید برای آنها هم مفید باشد.
تشکر از تماشای شما و آرزو دارم که در روز مصاحبه تان با لبخند و موفقیت بیرون شوید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.